سلام، به ولاگ سمینار 3 روزه آنتالیا خوش اومدید. این سمینار از طرف شرکت برگزار میشه. امروز در حقیقت روز اولشه، 15 اکتبر. الان ساعت حدوداً 3 نصف شبه. من منتظرم که تاکسی بیاد دنبالم. ساعت 1:06 بلیط دارم از استانبول به آنتالیا. با دوستم هماهنگ کردیم یک من قراره بیاد دنبالم برای اینکه خیالم راحت باشه که به موقع به فرودگاه میرسیم. با من همراه باشین که قراره لحظه لحظه این سمینار رو باهاتون به اشتراک بذارم. ما رسیدیم فرودگاه. بلیط ما برای شرکت پگاسوس بود. یه چیزی که برام خیلی جالب بود این بود که تمام مراحل گرفتن کارت پرواز، وصل کردن چمدون‌ها و حتی تحویل چمدون‌ها به قسمت بار با این دستگاه‌ها انجام می‌شد و بدون استفاده از نیروی انسانی بود. وقتی رسیدیم فرودگاه آنتالیا، یک نفر از طرف شرکت با تابلوی اوریفلم منتظر ما بود تا سوار ترانزیت بشیم و بریم به سمت هتل. اسم هتل ما لیمرا بود. وقتی وارد هتل شدیم به همون کارتایی با اسم خودمون دادن که با اون کارت‌ها کارت اتاقمون رو تحویل گرفتیم. شماره اتاق من 4277 بود که با هم میریم میبینیم. توی همین مسیر کوتاهی که تا اتاقمون باید میرفتم عاشق محوطه هتل شدم. پس تصمیم گرفتم که خیلی سریع چمدونامو ببرم بذارم داخل اتاق و محوطه هتل رو بگردم. داخل محوطه هتل هر چیزی که یه توریست احتیاج داشت. کافی شاپ، بار، استخر، پارک آبی کوچیک، پلاژ و خیلی امکانات دیگه. خلاصه که این هتل رو به شدت به توریستا پیشنهاد میکنم. خب میریم جلسه اول شرکت، جلسه رسمی جشن رده ها و جشن افتتاحیه. اول سالن جلسات محصولات جدید رو برای ما گذاشته بودن که بتونیم از نزدیک ببینیم و تستشون کنیم. و البته یک سری از محصولات جدید هم به ما هدیه دادن. لکچر اول متعلق به مدیران فروش شرکت بود برای ارتقاء فروش. خیلی هم عالی بود. Мы уже 15 лет работаем по этой системе. И намного интереснее, наверное, слушать о запуске новых продуктов, о запуске конференций, о том, какие новые программы появляются. И я на самом деле с вами согласна. البته مثل همیشه جلساتمون خیلی شاده و اصلا خسته کننده نیست. بعد تایم بریک و لکچر دوستانی که از سمت گلوبال اومده بودن جشن رده ها رو داشتیم و خوشبختانه منم امسال به عنوان لیدر روی صحنه رفتم و تشویق شدم. بعد جلسات به اتاقمون رفتیم و بعد یک کمی استراحت آماده شدیم برای پارتی خوشامدگویی. نگم از پارتی خوشامدگویی، انواع نوشیدنی‌ها رو داشتیم و همراه دیجی با آهنگای ایرانی و ترکی. آهنگای ایرانی یه شور و شوق دیگه‌ای داشت برای ما. صبح روز دوم از بخش سلف هم براتون ویدیو گرفتم، اما باور کنید این بخش انقدر بزرگ بود که اصلا فرصت نمی کردیم به همه قسمتاش برید. لکچر روز دوم متعلق به آقای تاشدلم بود که یک استارتاپ فوق‌العاده موفق در حوزه اپلیکیشن فال قهوه داشتن. به نظرم ایدهشون خیلی خاص و جذاب بود. حتی توی صحبتاشون یه داستان بانمک از خانمای ایرانی گفتن که اگه یادتون باشه توی پیجم ازش صحبت کردم.
Bir fotoğraf çekebilir miyiz dedi. Ben de fotoğraf çekeceğim. Abi 50 tane kadın var. Ben de aralarında geçiyordum, fotoğraf çektim. بعد اون 2 نفر از همکارامون که کد مشاوری اوریفلیم بهشون از مادرشون ارث رسیده بود برامون صحبت کردن. شنیدن داستان این دوستان خیلی خوشحال کننده بود. اینکه یه شغلی داشته باشی که بتونی حتی اونو برای فرزندت به ارث بذاری واقعا بی‌نظیره و این نشون میده که این یه شغل نیست بلکه یک دارایی ارزشمنده. و در آخرم مسئول سوشال مدیا شرکت راجع به اپلیکیشن جدید شرکت که قرار کلی توی تولید محتوا بهمون کمک کنه صحبت کردن. They got inspiration from recognition from success stories and they have decided that they will grow in life. و جلسات به پایان رسید. ما رفتیم اتاقمون تا آماده بشیم برای شب گالا. Herkese teşekkürler. Alkışlar liderlik konseyine koca bir alkış istiyorum. Evet, günün sonuna geldik. Programımızın sonuna geldik. Akşam 20.00'da burada gala gecemiz olacak. Yemeğimiz olacak. Herkesi saat 8'de اگه بخوام شب گالا رو توی کلمه توصیف کنم فقط میگم که با شکوه بود. در واقع شب گالا لانسمان عطر جدیدمون بود که همون درب ورودی روی دستامو اسپری کردن و من همونجا عاشقش شدم.